مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر ما رو میبینید حال دلتون خوب باشه. این روزها ماجرای ادعای تجاوز جنسی به کتایون ریاحی که خودش پس از 25 سال در پست اینستاگرامی خودش اعتراف کرد که شخصی به اسم سعید پورسمی بهش تجاوز و دست درازی کرده، حسابی این روزها در فضای مجازی وایرال شده. البته دو واکنش و دو دسته آدم نسبت به این پست جنجالی که خانم کتایون ریاحی گذاشته بودن و ادعای اینو کرده بودن که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتن، واکنش‌ها متفاوت بود. ادعایی که مخاطبان ثابت برنامه پشت پرده هستن و پشت پرده های ما رو در طول این چند سال دیدن، چیز جدیدی براشون نیست و کم کم داره براشون پرده هایی که ما از قبل کنار زده بودیم اثبات براشون میشه. اما عده دیگه میگفتن ساچ واو، پشمام، برگام، مگه میشه، چقدر سینمای ایران کثیفه. بابا شما همونایی بودید که تا دیروز منو فحش میدادید که چرا راجع به فساد تو سینمای ایران صحبت میکنی، چرا چرت و پرت میگی، چرا پشت سر همین افراد صحبت میکنید و از این نوع صحبتایی که میخوان خودشون آدم خوبه نشون بدن و همه چیز رو پاک و تمیز و اتو کشیده نشون بدن. حالا یکی یکی بازیگرا دارن اقرار میکنن و اعتراف میکنن که در صنعت پر رونق سینمای ایران که منو مورد انتقاد قرار میدن که چرا دستتو اینطوری میکنی، حالا خودشون دارن اعتراف میکنن که سینمای ایران خیلی بدتر از اون چیزیه که من دارم میگم. بارها هم گفتم تمام افشاگری‌هایی که ما داریم در برنامه پشت پرده میکنیم تنها 10% از فساد در صنعت سینمای ایرانه. البته در تمام مشاغل و ادارات و سازمان‌ها ما اینو داریم اما تو سینمای ایران به واسطه اینکه آدم‌ها یه مقداری شناخته شده هستن و حجم مخاطباشون بیشتر هستش ما داریم راجبشون صحبت میکنیم. البته این خانم کتایون ریاحی پشت پرده کم نداره. اگر بخوام راجع پشت پرده ایشون صحبت بکنم که امروز راجع به ایشون صحبت خواهم کرد، کرکوپر یه عده خواهد ریخت. اما ماجرا از کجا شروع شد؟ ماجرا از جشنواره کن شروع شد که عده‌ای از بازیگرها که حالا از تیپ و ظاهرشون که بگذریم، یعنی یک کارشناس، یک متخصص، یک مشاور مد لباس اینا نداشتن که به تیپ و ظاهر اینا برسه، حالا با اون کاری نداریم. اومدن و چند تا از بازیگرهایی که حضور داشتن در مراسم کن عکس چند تا از بازیگرها رو استوری کردن. جنجال اول قبل از این سعید پورسمی که خانم کتایون ریاحی راجبش صحبت کرد از عکس فرهاد اصلانی شروع شد که خانم ترانه علیدوستی که خودشو پرچمدار مبارزه فساد میدونه و خودشو جز لیدرهای اصلی میدونه که میگه ما داریم با فساد خانم ها مبارزه میکنیم و داریم یه کاری میکنیم که فساد کمتر بشه در سینمای ایران. چون میدونید دیگه بعد از اینکه ما این حجم زیاد افشاگری رو کردیم، اول 100 نفر، بعد 200 نفر، بعد 300 نفر از بازیگرهای خانم صنعت پر رونق سینمای ایران یک بیانیه امضا کردن که بله در سینما ایران فساد وجود داره. حالا این تعداد به بیش از 800 نفر رسیده و خانم ترانه علیدوستی یکی از اون کساییه که به عنوان اون اعضای هیئتی که میخوان به این پرونده‌های فساد رسیدگی بکنن عضو اون هیئت. و جالبه که در جشنواره کن اومد و عکس فرهاد اصلانی که خیلی از بازیگرا گفته بودن که ایشون بهشون تعارض کرده و دست درازی کرده و رابطه جنسی باشون برقرار کرده رو استوری کرده. بابا یه بام و دو هوا نمیشه. البته میدونید دیگه یه سری از این بازیگرا برمیگردن به حالت دیفالت و تنظیم کارخونه‌شون دیگه، مثلا با همین فسادا و با همین کثافتکاری ها و به این بده و زیر این کارگردان بخواب و زیر اون تهیه کننده بخواب اومدن بالا و یادشون هم میره که ای بابا ما خودمون هم جو گرفته بودیم توی کمپینی بودیم، خودمون اومده بودیم راجع به یه چیزی مبارزه کرده بودیم، یادشون میره این قضايا و میای حالا یه استوری عکسی میذارن و بعدش هم سوتی میدن. از اون طرف خانم ترانه علیدوستی به محض اینکه این سوتی رو داد و بعد پاک کرد استوریشو، اومد یه دونه پستم گذاشت، گفت من خودم سردمدار مبارزه‌ام و معذرت میخوام از کسانی که این سوتی رو دادم و چه این و چنان. اما این بار اول نیست که خانم ترانه علیدوستی از این اظهار نظرهای عجیب و غریب میکنه.
گفتم امروز راجع به کتایون ریاحی صحبت می‌کنیم و بذارید مقدمه‌ش رو بگم که دستتون بیاد چقدر این پازل وقتی میچینید کنار هم دیگه ماجرا رو عجیب‌تر و کثیف‌تر و پرفسادتر میکنه. همین خانم ترانه علیدوستی و همراه خانم مریلا زارعی، مهناز افشار، پگاه آهنگرانی، نگار جواهریان، هانیه توسلی و باران کوثری سال 1390 اومدن علیه فرج الله سلحشور که فیلم یوسف پیامبر خیلی از سریال‌های مذهبی رو ساخته بود بیانیه صادر کردن و ضد این آدم صحبت کرده بودن. چرا؟ چون فرج الله سلحشور سال 1390 سینمای ایران رو شبیه یک فاحشه‌خانه تشبیه کرده بود. چجور 1390 یعنی 10-11 سال پیش که همه این بازیگرا اوج کارشون بود، چون منافع و چون کارشون درگیر بود من گفتم سینما ایران پاکه. الان بعد از 11 سال ناپاک شد. این سوتی دوم خانم ترانه علیدوستی بود. حالا بیا پست بذار معذرت خواهی بکنید چنین و چنان، قبلا هم اینو داشتی. این اسامی که بهتون میگم بذارید کنار، چون تیکه های پازل میخوایم یکی بذاریم کنار هم دیگه. یعنی فرج الله سلحشور رو بذارید کنار، جلوتر باش کنید. بعد برگردیم به خانم کتایون ریاحی که اومد یه دونه عکس از آقای سعید پورسمی گذاشت توی استوری هاش، یه زبدر کشید روش و اون کمپین 800 نفره‌ای که اومده بودن و داشتن مبارزه میکردن با فساد جنسی رو هم تگ کرد و عملاً و غیر مستقیم گفت این آقای سعید پورسمی شیطون بلاه به قول سید بشیر و فشارها زیاد شد. خبرگزاری گفتن که پست و استوری معنادار خانم کتایون ریاحی و چنین و چنان و بعدش اومد یه پست گذاشت و عکس خودش رو گذاشت با این متن که دارید روی تصویر میبینید. گفته که این عکس مربوط به 25 سال پیشه. یعنی چه سالی؟ یعنی مربوط به سال 1376. به تاریخ ها هم دقت کنید، جلوتر با این تاریخ ها هم کار داریم. آن سالها آقای داوود رشیدی ریاست هیئت مدیره خانه سینما و آقای پورسمی دستیار یا معاون بودند. من توسط همکاران خودم در خانه سینما به اتهامات واهی بازجویی و مؤاخذه شدم. توسط همکاران خودم در خانه سینما، حالا جاش داشته باشید. آقای پورسمی هم که در نقش بازجو وارد شده بود با سوء استفاده از موقعیت خود به من تعرض کرد. من این سوال دارم، شما مثلا رفتید تو خانه سینما، مگه رفتید تو ساختمون وزارت اطلاعات یا رفتید تو ساختمون بازجوها که میگید که در نقش بازجو با من رفتار کردن؟ پس این حرف شما اینجا غیر منطقی خانم کتایون. یعنی چی در نقش بازجو؟ یعنی اینا مامورای وزارت اطلاعات بودن، شما رو بردن توی ساختمونای مثلا وزارت اطلاعات و خونه‌های امن؟ نه عزیز من. حالا ببینیم بقیه صحبتشون چی بوده. روزگار سختی بود و من هیچ نگفتم. هنوز پس از 25 سال روح و روانم از این حادثه تلخ التیام نیافت و آزرده است. به یاد داشته باشیم اگر ثروت، شهرت و قدرت مهار نشود، اگر اخلاق و قانون اقتدار نداشته باشد، این فساد است که همه جا با قلدری حکومت می‌کند. احسنت. پس شما خودت وقتی 25 سال یک آدم فاسد رو تو بدنه سینمای ایران دیدی و حرف نزدی، خودت عامل فسادی. مگه میشه آدم فساد رو ببینه نگه و کسی که اینقدر سمت داره؟ و حالا بعد از 25 سال یادت افتاده که فلانی فاسده و 25 سال روح و روانم رو آزرد؟ میریم جلوتر به شما خواهم گفت. آقای سعید پورسمی متولد 9 اسفند 1322 هستن، 78 سالشونه اگر تاریخشون رو درست گفته باشم که بله 78 سالشونه. میخوام همه رو بهتون با فکت بگم هیچی دستم در نره. و خانم کتایون ریاحی متولد 1 دی ماه 1340 در حال حاضر 60 سالشونه. 25 سال پیش یعنی سال 1376 این اتفاق برای ایشون رقم خورده و جالبه که خانم لادن طباطبایی هم اومدن یه استوری گذاشتن گفتن که همین اتفاق مشابه برای منم افتاده. یعنی آقای سعید پورسمی گویا نصف سینمای ایران رو ترتیبشون رو داده. حالا دوستان دارن یکی یکی صحبت میکنن راجع به این قضیه. اما حالا میریم جلوتر. بدونید که
چه اتفاقات باحالی رخ داده. حسن فتحی رو که خیلی از شما میشناسید. در حال حاضر دخترش خانم پریناز ایزدیاره که خودش اسپورتاژ سفید داره. پریناز یه دونه لکسوس نقره‌ای داره که یه دونه آقا پسر دیگه زحمت کشیده و خریده و توی خونه در حال حاضر با هم زندگی میکنن. و همین آقای حسن فتحی 2-3 سال کتایون ریاحی رو صیغه کرده بوده. چه سالی؟ 1376. درست همون سالی که خانم کتایون ریاحی داره راجع به خاطرات تجاوز و از این صحبت‌ها میگه. و جالب بدونید که سال اول دوستیشون یعنی سال 1376 زن حسن فتحی میفهمه و اون میدونه که زن حسن فتحی هم خودش نویسنده سریال پهلوانان میرندی بوده که خود حسن فتحی کارگردانش بوده و بعد از 1 سال زن حسن فتحی میره از خونه و جمع میکنه میره. 1376. پس تعرض اول رو خانم کتایون شما به یک همجنس خودت کردی. متوجه شدید؟ تعارض رو شما به یکی دیگه کردی. شما رفتی خونه ساختی رو خونه یکی دیگه. و بعد از اون حسن فتحی تو خیابون میرزای شیرازی یه خونه میخره و با کتایون ریاحی اونجا زندگی میکنه. و همون سالهایی که کتایون ریاحی با حسن فتحی بوده میره کیش. توی کیش با یه پسری به اسم علیرضا کلهر که 13 سال از خودش کوچیک‌تر بوده آشنا میشه. علیرضا کلهر میاد براش توی نیاوران یه دونه خونه میگیره و یه بی ام و میگیره بندازه زیر پاش اون سالا. یعنی خانم کتایون ریاحی 2 تا خونه داشته، یه دونه تو خیابون میرزای شیرازی، یه دونه توی نیاوران. این علیرضا خب به حال پشمک نبوده که بخواد برای این همینجوری خرج بکنه. یه مقداری مشکوک میشه به این خانم کتایون ریاحی و یه روز میاد تعقیبش میکنه. توی بانک مسکن خیابون میرزای شیرازی مچ کتایون ریاحی رو با حسن فتحی میگیره. و تا اونایی که تعریف میکردن میگفتن تا جایی که حسن فتحی خورده بوده زدتش. و حسن فتحی هم میفته دنبال خونه و ماشینی که به کتایون ریاحی داده بوده، به حال کارمای زن اولیه گرفته بودتش و میره و پولاشو میگیره. بعد از اون سر سریال یوسف پیامبر که داشتن سریال یوسف پیامبر رو میساختن میاد ماجرا رو به فرج الله سلحشور میگه. تیکه‌های پازل داشته باشی. میگه آره این علیرضا این بلا رو سر من آورده، برام خونه گرفت، نمیدونم فلانی رو زد و این اتفاقات افتاد. فرج الله سلحشور هم آنچنان آدم بی دست و پایی نبوده، کسی بوده که اکثر سریال‌های مذهبی رو ساخته بوده و با گنده مونده آدمای بالا وصل بوده. میاد چیکار میکنه؟ میاد با بچهای بالا میگه که برید این گوش این علیرضا کلهر رو بگیرید و نشون به اون نشون سر خیابون مطهری سر پل مدرس، اگرش من گفتم تهران زیاد بلد نیستم، اونجا خف میکنه علیرضا کلهر رو، میبرنش توی خونه توی پونک 3 روز تا جایی که میخوره میزننش. بعد از اون علیرضا کلهر میاد بیرون، اونم خب آدم پرنفوذی بوده، میفته دنبال شکایت کشی که سر ضبط سریال یوسف پیامبر فرج الله سلحشور و کتایون ریاحی به خاطر این اتفاقی که رقم زده بودن 10 روز میافتن زندان به بازداشت اصطلاحاً و سریال یوسف پیامبر 10 روز میفته عقب. که بعد از اون فرج الله سلحشور چند سال بعدش میاد میگه که سینما ایران فاحشه‌خونه است به خاطر اینکه اینا رو دیده بوده. و درست بعد از این اتفاق فشار میارن به کتایون ریاحی و میگن آقا نباید فعالیت سینمایی داشته باشی و خود آدمایی که توی سینما بودن میان و خانم کتایون ریاحی رو ممنوع الکار میکنن و ممنوع الفعالیت میکنن از هر گونه فعالیت هنری. اون علیرضا کلهر هم میره ازدواج میکنه. و جالبه که ببینید اینش باحاله، خانم کتایون ریاحی میاد مصاحبه میکنه و میگه که من پس از سریال یوسف پیامبر تصمیم گرفتم خداحافظی بکنم از فضای موجود سینما ایران، بدم میاد دیگه، نمیتونم فضای موجود سینما ایران رو تحمل کنم، از حرفه بازیگری کنارگیری میکنم، چون در فیلم حضرت یوسف پیامبر مسائل معنوی، آرامش، حیا و حجاب مطرح بود و نمیتونستم صحنه‌های دیگر رو تحمل بکنم و دیگه نمیخواستم کار کنم و میخوام خاطرات شیرین یوسف پیامبر در ذائقه من باقی بماند.
اینا ریاکارن. نمیگه مچ منو با دوست پسر اول و دومم که همزمان 2 تا شوهرم داشتم همش عکس من دست تو دست میچرخید پخش شد و نذاشتم من فعالیت هنری بکنم و اون آدم پول داره که تو کیش کلی خرجش میکرد بهش گفته بود که حق نداری این کار رو بکنی و بعد از اون مجبور شد بره خیریه بزنه و از فعالیت هنری کنار. اینا رو نیومد بگه که اینا پشت پرده های این اتفاقاته. بعد میان پست میزنن که فلانی به ما تعرض کرد. عزیز من، تو شما خودت نخ ندی یارو نخ نمیگیره، تا خودت پا ندی یارو پا نمیگیره، تا خودت حال ندی یارو حالتو نمیگیره. بعد 25 سال حالا یادتون افتاده چجور 5 سال پیش که من اومدم افشاگری کردم همتون به من فوش میدادید. همه خانم کاترین خودت چقدر رفتی نشسته بودی توی کازینوی تو قبرس با رفیقات که رفیقای من هم هستن و آدمای معروف هستن و آدمای سلبریتی تو ایران هستن، برای همونا میگفتی امین فردین شروور میگه مشروبتو میخوردی و بازی میکردی. الان بعد 25 سال یاد افتاده که سینما ایران فاسده. و بعد از اون سال 1394-95 بود که ممنوع کاریش دیگه کاملا برداشته شده بود و سفید شده بود استرام پروندهش و بعد از اون اومد توی خندوانه شرکت کرد که گفت میتونم دوباره کار کنم، چون ممنوع کاریش برداشته شده بود گفت میتونم کار بکنم. ولی داستان اینه که یه سری از این آدم هایی که اومدن این جنبش میتو و من هم و به منم تجاوز شده رو امضا کردن خودشون عامل تولید و رشد و بذر این فساد رو پاشیدن. اینا یاد دادن به یه سری آدم پولدار که باید بیاد تو سینما ایران همه رو بزنید. اینا یه سری کارها کردن و الان دیگه بعضیشون سنشون رفته بالا، بعضیشون دیگه خودشون رو بستن، بعضیشون به یه جایگاهی رسیدن، حالا یاد گرفتن که دست به افشاگری بزنن و بگن فساد هست تو سینما ایران. حالا یه سری بازیگرای دیگه که الان بچه ان، کوچولو ان، 17-18 ساله ان، تازه اومدن تو سینمای ایران، اونا راجع به فساد تو سینما ایران حرف نمیزنن. همین الانی که من دارم راجع به فساد صحبت می‌کنم، 10 سال دیگه همون بازیگرای 18 ساله شده 28 سالشون بیاد ببینید چجوری راجع به سینما ایران و فسادش صحبت می‌کنن. فقط اینکه الان 17-18 سالشون معروف نیستن، میگن بذار بریم بدیم به تهیه کننده و کارگردان ما یکم معروف بشیم، بعد که معروف شدن یه جایگاه رسیدن میان شروع می‌کنن صحبت کردن. خب الانی که سنتون کمه بده افشاگری کنید، چرا نمیاد افشاگری بکنید؟ چرا نمیایید بگید که تو سینما ایران فساد وجود داره؟ به خاطر اینکه الان دارید جایگاه میگیرید دیگه. این ویدیو رو ضبط میکنم 10 سال دیگه همین رو رفرنس میکنم بهتون نشون میدم. میگم من 10 سال پیش گفتم نیومدید حرف بزنید، الان دارید حرف میزنید. در صورت اگر دوست داشتید نظراتتون رو بگید، برای ما کامنت بذارید و مرسی که تا این لحظه با ما همراه